آهای اهالی فینیتو، این روزها قدرت از سر و کول من بالا می روندی. من تیر و کمانی همی ساختم که لایه اوزون را سوراخ می کند. من الاغ پرنده همی ساختم که روستاهای دیگر ندارندی. خلاصه این که من قدرت اول روستاهای این حوالی می باشیمندی. نان ما چه شد؟ برق همی نداریم. آبمان قطع است. ساکت، من دارم درباره پیشرفت‌های فینیتو حرف میزنم. شما موضوعات پیش و پا افتاده‌ای مثل برق و آب و نان را پیش میکشید. حالا شما را با یک فناوری الاغ بنیان آشنا میکنم. ریس ریس بیا. سلام کت خدا. بله، الان از تازه ترین دستاوردهای فینیتو رونمایی همی می کنم. این طویله را می بینید؟ ما قصد داریم این طویله کلنگی را به صورت الاغ بنیان تخریب کنیم و به جایش یک برج بسازیم. الاغ جان، هر آخ ریس ریس، قدرتمان چه شد بس؟ قدرت نماییمون انگوزمن شد کت خدا. آخ کت خدا، گوره بابای خودت اون قدرتت. آب و نون عالی رو نمیتونی حل کنی، بعد لق لق دهنت افتاده. قدرت